کودکان نورسان ناحیه روشقلا به مناسبت جشن روز کودکان نمایش رسم‌های فراگیر موضوعهای صلح و وحدت دوستی و برادری تصویر نموده هر یک کودک با تخیلات خود رسم کشیده را شرح و توضیح دادند. این کودکان زاده دوران استقلال بوده پیوسته کوشش میکنند که دانش و مهارت خود را نشان بدهند و طریق این رسم‌ها نیز استعداد و ملکه خود را به معرض تماشا گذاشتند. خوشبختانه کودکان در کشور عزیزمان در تاجیکستان از غمخوری‌های سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دائم برخوردار هستند. این شهادت از آن می‌دهد که همه ساله در سراسر کشور در جمهوری تاجیکستان در کشور عزیزمان روز بین المللی حفظ حقوق کودک در سطح بلند برگزار می‌گردد. این شهادت از آن می‌دهد که توجه حکومت مملکت به کودکان زیاد است. از طرف مقامات اجرای محلی حکومت نویا دائم با کودکان یتیم بی‌پرستان برماندگان در روزهای عید کمک‌های مادی رسانیده می‌شود. با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد امروز در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان مؤسسه‌های تا مکتبی فعالیت پرثمر داشته در آن کودکان از سن 3 تا 6 ساله به تحصیل فرا گرفته شدند. در این مرکزها کودکان از علم‌های زمان معاصر برخوردار گردیده در درس‌های هر روزه از عیانیت در آموزش نمودن هر گونه رسم و بازیچه‌های کودکانه تمام مهارت را استفاده می‌کنند. و چاره‌بینی مذکور بخشیده به حفظ حقوق کودک دایر گردید و در چاره‌بینی 24 کودک دارای معیوبیت اشتراک داشته از طرف مقامات محلی حکومت دولتی نوع روشقلعه و اتفاق کسبه کارمندان سوای معارف در ناحیه دستگیری گردیده. معاون رئیس ولایت نظیره امیر بیگزاده و رئیس ناحیه روشقلا نظر شاهزاده لایق از نمایش تیار نموده کودکان ناحیه دیدن نموده با استعداد آنها بهای مناسب گذاشتند. سپس چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. نظیره امیر بیگزاده معاون رئیس ولایت کل اشتراکداران چاره‌بینی را به روز بین المللی حفظ کودکان تبریک نموده قید داشت که توجه حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به نسل نورس به نهایت زیاد بوده برای تعلیم و تدریس آنها تمام امکانیت و شرایط‌های لازمی مهیا کرده شده است. ذکر نمود که همچنین برای کودکان دارای معیوبیت از جانب حکومت کشور امتیازهای بیش روی دست گرفته شدند. لایق نظر شاهزاده رئیس ناحیه روشقلعه نیز ضمن برآمد خود این سنه فرخنده را برای تمام کودکان صدقاً تهنیت نمود. ذکر داشت که امروز در ناحیه روشقلعه نیز برای نسل نورس با سعی تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان امکانیت‌های زیاد برای تعلیم مهیا کرده شده است. این کودکان و نورسان خوشبخت‌ترین نسل جامعه هستند که در چنین یک دولت آباد و زیبا در فضای آرام و آسوده مملکت تحصیل و زندگانی دارند. در چاره‌بینی تنتنوی به کودکان دارای معیوبیت توفه‌های خودروی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و ناحیه تقدیم کرده شدند. در فرجام چاره‌بینی اهل فرهنگ ناحیه روشقلا برنامه کنسرتی را منظور علی نشست گردانیدند.